پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند دو رکعت نماز سنت صبح به اندازه دنیا و ما فیها ارزش دارد. دنیا و ما فیها، آنچه که در دنیا هست از ذخایر و معادن و ثروت و طلا و تمام پوله هایی که در بانک ها گذاشته، همه اینها یک طرف. رسول الله میفرمایند دو رکعت سنت صبح یک طرف. یکی از اولیای خدا ساعت 2 شب برمیخواست، روی جای نماز نشسته بود و گریه میکرد، میگفت خدایا تا سنت صبح خواهد رسید؟ پروردگارا 2 رکعت سنت صبح آیا نصیب من خواهد شد؟ از 2 شب گریه میکنه تا وقتی که نماز صبح میرسه. به خاطر چی؟ به خاطر اجر و پاداشی رو میفهمه، پاداشی رو میدانه.